دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت و سربلند باشید. چون من یک چند مدت صحبت کردم ولی بلندگوی که من خاموش بوده است. از شما معذرت میخواهم چون ما اینجا یک چند رسانه‌ای کرده ایستادیم، یعنی چند رسانه‌ای را تجربه کرده ایستادیم و بار اول است که در شبکه اجتماعی تیک توک هم این برنامه ما میرود. انا برای همین هم یک چند دقیقه، شاید 2 3 دقیقه باشد که من با شما صحبت دارم، ولی بخبر از آنم که میکروفون من خاموش است. از یک شما معذرت میخوام. تماشابینان عزیز، برنامه امروزه ما برنامه گفتگو نام دارد. یک و یک شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم و از خداوند کریم منان میخواهم که این برنامه ما با دوام باشد و هر هفته با نظام همین شب و روزها این برنامه ما گذرد و یعنی هر روز سه شنبه. تماشابینان عزیز، این برنامه ما عین حال در شبکه اجتماعی تیک توک هم در حال پخش مستقیم است. کسانی که میخواهید در یوتیوب نیو در تیک توک تماشا میکنید مرحمت بفرمایید. برنامه ما برنامه گفتگو است، یعنی گفتگو با مردم، گفتگوی شما با من، و هر نفر حق دارد در برنامه گفتگو کند بدون سنزور، فقط با وقت معین و به دیگران ظلم نکرده، وقت دیگران رو نگرفته. هر یک نفر میتواند در برنامه صحبت کند. کسی که میخواهد وارد شود صحبت کند. ما این گپ ها رو که فلانی رو برای چی در آوردی، فلانی باید صحبت نمیکرد، برار از اینجا این پرینسیپ رو نداریم، به کار نمیبریم، چون که باید همینجا ما تحمل گفتار یکدیگر را تجربه کنیم. یعنی تحمل داشته باشیم که طرف مقابل رو هم شنیده توانیم. و اگر ما تحمل شنیدن نظر یکدیگر رو نداشته باشیم پیش نخواهیم رفت. اگر یک کس برنامه کند بخواهد که فقط هم اندیشگانش ابراز نظر کنند و طرف مقابل ابراز نظر نکند و نمانیم طرف مقابل رو وارد کردن که چی نظر دارد، در اینجا ما نمیتوانیم پیش برویم. انا برای همین هم همه میتونند ابراز نظر کنند. 1 دقیقه معین را برای هر یک کس فرصت میدهیم. در آن وقت کسی سخن شما را نمیبرد و شما میتونید که ما رو تنقید کنید. شما میتونید که مسئله یعنی دوغ روز رو گپ زنید، میتونید از کمبودی ها گپ زنید، میتونید برای حل مشکلات صحبت کنید. یعنی هر چیزی که شما میخواهید که و فکر میکنید که این برای پیشرفت جامعه این فکر شما ضرور است، مرحمت، این میدان از آن شماست و شما به جایتون آمده اید و انا همین جای، همین منبر شما است. هیچ کس برای ابراز نظر شما به شما خلل نمیرساند. تماشابینان عزیز، امروز من چند گفتنی های دارم تا اینکه مردم خواهشمندانه صحبت پیدا شوند. من چندی از گفتنی هایم را اینجا ابراز می دارم و شما میتونید به این رقم واتساپی ما اگر فرصتی یا که توانی یا که امکان وارد شدن توسط پیوندی وارد شدن به استودیو این امکانات رو نداشته باشید، شما میتونید توسط این رقم واتساپ علامت جمع 43 681 81 91 98 02 زنگ زنید و زنگ شما رو ما قبول میکنیم و حتما صحبت خواهیم کرد. تماشابینان عزیز، با یکایی که شما معلوم است که طول این چند روز در کشور ما در تاجیکستان سر صدا بالای روسری زنان به میان آمده است و نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در سراسر دنیا ما زیر ملامت عالمیان قرار گرفتیم. یعنی تاجیکستان عزیز ما امروز به آن بدنام شد که در این کشور 97% اهالی مسلمان زندگی می کنند، ولی
حکومت کشور، حکومت یک عائله، یعنی حکومتی که از یک عائله شکل گرفته است، یعنی 97% اهالی کشور را همچون مسلمان دیدن نمیخواهد، همچون مسلمان دیدن نمیخواهد. و به این نظرند که در حکومت تاجیکستان به این نظرند که همین 97% اهالی کشور باید نه همچون مسلمان لباس پوشند، بلکه ملیت رو، یعنی تاجیکیت رو از دین و دیانت خود بالا گیرند. بسیار خوب. اگر همین در سطح دانشمندان کشور، در سطح سیاستمداران کشور همین بررسی شده باشد و صلاح دانسته شده باشد که باید ملیت از دیانت مردم بالا برداشته شود و دیانت، سطح دیانت از سطح ملیت در پایان تر باشد. یعنی اول باید ملیت به نوبت گرفته شود، بعد دیانت. آیا همین شده نیست؟ حالا تاجیکان این افتخار را دارند که در طول زیاده از 1400 سال اسلام مسلمان بودن، یعنی اسلام آمدن و مسلمان شدن و به تاجیکستان و به این سرزمین ما اسلام آمدن، زبان خود را گم نکردند، عرف و عادتهای خود را گم نکردند، طرز لباس پوشی خود را گم نکردند و بسیاری از عرف و عادتهای ما از زمان پیش از اسلامی ما تا به ما آمده رسیدگی است. مثل بعضی کشورها زبان خود را از دست ندادند، یعنی مستعرب یا که عرب نشدند، بلکه از حساب غناوت، فصاحت و بلاغت زبان قرآنی، زبان اسلامی، فصاحت و بلاغت و نظم و نثر زبان تاجیکی را به بلندترین سطح رساندند. یعنی تاجیکان با قبول اسلام نفران در عرصه ادبیات و فرهنگ به میان آوردند که نظیرشان را جهانیان ندارند. در زمان اسلام و مسلمان بودن تاجیکان نخبگان به میان آوردند که نظیرشان تا به حال در عالم نیست. تا به سطح آنها تا به حال بهترین های عالم نرسیدند و بهترین ها فیلسوفان تاریخی در علم و فرهنگ، در علم و ادبیات پابوس آنها بودند و از افکار آنها، از فلسفه آنها عالمیان تا به حال استفاده می کنند و با اینها هیچ وقت اسلام ضد نبوده است و هیچگاه اسلام سد راه پیشرفت آنها نشده است. همین بود که ما سعدی داریم، همین بود که ما حافظ داریم، همین بود که ما محمد خوارزمی داریم، همین بود که ما خیام داریم. خیام تقویم آفرید، کلندر. خوارزمی الجبر یعنی الگبر آفرید. ابن سینا طب آفرید و اینها اساسگزاران هر یک نفرشان اساسگزاران یک ساحه علم هستند و این نفران که افتخار ما هستند در زمان اسلام بود.
هم تاجیکیت را نگه داشتند، هم شعر شاعریت را نگه داشتند و هم برای جهانیان علم و فرهنگ به میراث گذاشتند. کسی حالا این را رد کرده نمیتواند که نه تأثیر اسلام، تأثیر ادبیات اسلامی، تأثیر علوم اسلامی، تأثیر علوم اخلاق اسلامی به اینها تأثیر نداشت. ببینید گلستان سعدی تا به حال در بعضی از کشورهای جهان همچون کتاب اخلاق، همچون علم اخلاق درس داده می شود. در پیشتاخ مجمع سازمان ملل متحد گفته شیخ سعدی بزرگوار نوشته شدگی است. چرا محض از دیگران نه، از آلمانی نه، از انگلیسی نه، از علمای از اهل ادبیات انگلیس نه، از روس نه، از دیگرها نه، از سعدی شیرازی، از سعدی که به تاجیک بودنش هم اشاره کرده است. انا برای همین دوستان عزیز، با وجود این که به طور عمیق از علوم اسلامی این شخصانی که ما از آنها افتخار میکنیم استفاده کردند، عرب نشدند، عرب زده نشدند. عبدالرحمن جامی با زبان عربی کتاب نوشته است. حتی کتاب گراماتیک زبان عربی یکی عبدالرحمن جامی نوشته است، تا به حال طالب علمان استفاده میکنند. یک تاجیک، یک شاعر فارس و تاجیک که مشهور است، گراماتیک زبان عربی نوشته است. حالا ما افتخار این را داریم که هرچند بزرگان گفتند، در شبکه‌های اجتماعی گفته میشوند، گفته شده ایستادند، ما افتخار این را داریم که دویمین کتاب معتبر مسلمانان جهان اهل سنت و الجماعت این کتاب صحیح امام بخاری است. اکثر اهل سیهای سته، اکثر حدیث نویسان اهل سرزمین ما هستند، از مردم فارس تاجیک هستند. اما آنها عرب نشدند، عرب زده نشدند و تاجیک ماندند. سعدی هم تاجیک ماند، حافظ هم تاجیک ماند. و چی فکر میکنید برای سعدی، حافظ و گذشتگان ما عبدالرحمن جامی اینها دیانتشان بالا می ایستاد یا ملیتشان؟ یا اینکه این هر دو را از هم جدا نمی کردند، یا اینکه هر دو را از هم جدا نمی دانستند؟ من به این باوری هستم که با استفاده از ادبیات کلاسیکی تاجیک، با از استفاده از گفته های بزرگان که ما هر روز استفاده میکنیم، میخوانیم، من به این باور هستم که آنها باری هم بین ملیت و دیانت فرقی نمیگذاشتند. بین ملیت و دیانت فرق نمیگذاشتند و مردم هم به این باور هیچ نرسیده بود که گویا دیانت از ملیت جدا باشد. هر دو مثل گوشت و ناخن هستند، یکی را از یکی جدا کرده نمی شود. یک انگشت اگر ناخن نداشته باشد، چه مشکلاتی برای انگشت
خصوصا جسم جان آدم پیش می بیاید. یک انگشت اگر ناخن نداشته باشد. ملیت و دیانت مثل همین هستند. یعنی هر دو گوشت و ناخن هیچ وقت به هیچ وجه این را از آن جدا کردن ممکن نیست. برای همین ما تجربه کسانی که ملت پرست هستند، نازی هستند، یعنی با ملت می نازند، تجربه تلخی آنها را در یاد داریم. حالا 100 سال نشده است. چی وحشانیت و چی مصیبت بر روی زمین آوردند. جنگ دوم جهان این نتیجه نازی ها بود، نتیجه اندیشه های نازی، نتیجه اندیشه های فاشیستی، نتیجه اندیشه های ملت پرستی بود. یادم هست چند ماه پیش من به تماشای یعنی خانه تاریخی اتریش رفته بودم که در کتابخانه ملی این کشور در شهر وینا جایگیر است. وقتی که همون راهبلد یعنی گید میگویند ما رو تماشا میداد، به یک سالن یا یک اتاق بود که در آنجا رف به رف از تاریخ این ملت، از تاریخ این کشور گفته شده است. در یک رف درباره تاریخ دیکتاتور، در یک رف دیگرش، در یک رف همسایش تاریخ تروریسم آورده شده است. و راهبلد وقتی که درباره دیکتاتور گپ میزد، یعنی گفت که طول سالهایی که از سالهای 30 به فکرم اگر خطا نکنم از سال 33 یا 34 شاید خطا کنم تماشاگران عزیز، تا تقریبا تمام شدن جنگ دوم جهان در اتریش انتخابات نگذشته است. مثل کشورهای ما که حالا انتخابات رو به بازیچه گرفتند، همین خیلی چند لختک ها را در برشان میبرند، انتخابات گذشت میگویند چقدر پول مبلغ مردم را صرف میکنند، خزان میکنند، بعد میگویند من انتخاب شدم. شرم نه، حیا نه. و دیکتاتور همین است. و وقتی از دیکتاتور سخن گفت، به این رفی همسایه، یعنی در پهلویش ایستادگی رفی که بعضی عملیات های تروریستی نشان داده شده است به آنجا ما را گذران، گفت که همین دیکتاتور همین تروریسم را به میان آورد. این تروریسم و یک چند ترکش ها و یک چند کشتارها به میان آمد. حتی زنها تروریست به عمل های تروریستی دست زدند. زنها، دختران، حتی که هیچ کس فکر نمیکرد که انا همین دخترها، انا همین بانوان به چی به عمل های تروریستی دست میزنند. یعنی دیکتاتور تروریسم تولید میکرده است. دیکتاتور تروریسم تولید میکرده است. و همین فاشیسم هم نتیجه اندیشه های دیکتاتوری بود و همین دیکتاتورها همین فاشیسم را به میان آوردند. یعنی برای چی دیکتاتورها فاشیسم را در جامعه پیاده میکنند؟ فاشیسم یعنی نظرهای دورتر از نظری مردمی، تا اینکه مردم آرزو، هوس و برنامه هایی که در سرش میپرورد از بحرش گذرد. طبق دین، دیانت، رسم، آیین، عرف و عادت
هر یک کس آرزوی و مقصد و مرام دارد، به خودش امید دارد برای آیندهش و طبق این برنامه میکشد. فرزندم را این خیل به خونه میکنم، برای فرزندم این خیل تربیت میدهم، باید فرزند من در آینده این طور باشد. این خیل گپ ها باید از سر ملت دور شود و به یک چیزی تنگ ملت رو وادار میکنند، مردم رو وادار میکنند که در آن نه آرزو، نه امید، نه هوس، نه برنامه آینده، یگان چیز وجود ندارد. یگان چیز وجود ندارد. همه رو از سر دور میکنند. یعنی در مقابل تمام خواسته های ملت بعضی اندیشه های یک جانبه را میخواهند پیاده کنند تا اینکه ملت یگان امید، آرزو، هوس، یگان برنامه زندگی نداشتگی باشد. چرا؟ کسی که در حیات خود برنامه زندگی، برنامه پیشرفت دارد و وقتی میبیند که حکومت با این برنامه اش سازگار نیست، از عهده پیاده کردن این آرمانهایش حکومت نمی براید، حتما اظهار ناراضگی میکند، حتما اظهار ناراحتی میکند. میگوید که من این خیل مقصد دارم، این خیل آرزو دارم، این خیل امید دارم، این خیل برنامه دارم و طبیعی است که هر یک نفر وابسته به اعتقاد و اندیشه های خود، به هنمون منتالیتیت خود، به طبق رسم و آیین و عرف و عادت های خود برنامه میریزد. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، حکومت امروزه که نمیتواند طبق آرمان های مردم کار کند، طبق امید و آرزوی هوس مردم کار کند و مردم را نمیتواند به امید و آرزوی هوسشان برده رساند، نمیتواند مردم را خوشبخت کند، میگوید که نه، باید شما از بحر این همه امید و آرزوی و هوس و باور باید دست بکشید، یعنی لوچ بشوید، لوچ معنوی. حالا حکومت تاجیکستان به این مقصد است که مردم را به تمام لوچ معنوی کند. حالا بلوچ فیزیکی کردن هم سر کرده است، اما مقصد اساسی لوچ فیزیکی کردن نیست. مقصد اساسی اینها به نظر من البته اساساً دشمنی اینها به سطر و حجاب نیست. اینها پیش راهی از عهده نابرایی های خود را گرفتن میخواهند. اینها پیش راهی آن را گرفتن میخواهند که مردم وقتی میبیند آرزوی امید و هوسش پیاده نمی شود، یگان راهی به امید و آرزوی و هوسش رسیدن نیست، اظهار ناراضگی میکند. پیش این راه اینها میخواهند بگیرند. حکومت جمهوری تاجیکستان به همین خاطر امروز با سطر و حجاب دشمنی دارد، با کاسه و لگند مردم، با دسترخوان مردم دشمنی دارد، با مهمان مردم دشمنی دارد، با خدایی مردم دشمنی دارد، با حجروی مردم دشمنی دارد. این همه آرزوی هوس مردم نیست؟ حج رفتن آرزوی هوسی نیتی هر یک مسلمان نیست؟ هر یک مسلمان تا مردنش حج رفتن را آرزو میکند. در تاجیکستان همین که دیدن اطرافیان همه کشورها درهایشان را باز کردن، ناهنجار مجبور شدن درها را، یعنی درهای سفر را باز کنند. لیکن
از تنقیدی حجرف ها دست نکشیدن. حجرف گشت آمد، کتی دراز پوشیدگی، در سرش بلانچه زدگی، رومالی عربی پوشیدگی. حجرف گشت آمد، اندیشه هایش دیگر شدگی. تماشابینان عزیز، همین گپ اگر مردم را از مرام و مقصدش، از دین دیانتش، از امید و آرزوی و هوسش دور کردن نباشد، برای یک حکومتی، برای پروپاگاندیستان دولت، برای ایمیج میکر های دولت، حکومت، همین گفتن گپ که حج رفته گشته آمد و فکر اندیشه اش دیگر شد، عیب است، شرمندگی است، بیناموسی است. هوی بی انصاف ها، هوی شرمنده ها، هوی بیخیرت ها. یک فرد تاجیک بخچه بچگانه رو حساب نمی کنیم، از 3 سالگیش تا 6 سالگیش بخچه می رود. در تاجیکستان نیست این چیز، قریب نیست. در دهات قریب که بخچه بچگانه یعنی دیتسد وجود ندارد. مؤسسه های تا مکتبی. یک فرزندش را یک تاجیک به شما 12 سال می دهد، 12 سال می دهد، 12 سال به گوش وی وطن می خونه. شما 12 سال، نیمی عمر یک فرزند تاجیک در دستی استادان، معلمان، همون ایدئولوژی های شما میگذارد. شما در این 12 سال در عین وقت نشأ و نمای یک انسان، در عین پاک بودنی، یعنی از همه غلغش ها پاک بودنی معنی سر یک انسان، شما شانس دارید که با حب وطن، با محبت فرهنگ، دین، آیین، رسم و رسوم تاجیکان، لباس، سر و لباس، با همین معنی سر تازه یک تاجیک را پر کنید. بعد از وی باز 5 سال دیگر می رود دانشگاه می خواند، خدمت حربی می رود با 2 سال دیگر. اینا رو حساب نمی کنیم، فقط همین 12 سال. در 12 سال شما نمی توانید یک نفر را تابع فرهنگ، با فهمشی اندیشه تاجیکی بگردانید، فکر و نظرش را تاجیکی کنید، ملت دوست و وطن دوست کنید. نتوانستید در 12 سال. بیچاره 40-50 می رود، یک هفته عربستان سعودی رفته بیاد، کتی دراز پوشته می اومده است، فکر اندیشش دیگر می شده است. وای بر حالتان. میلیون ها دلار برای معارف صرف میکند دولت. کار میکنید شما؟ یک تاجیک را 12 سال داشته با اندیشه تاجیکی وقتی نگاه داشته نمیتونید؟ چی کار میکنید؟ چه علف میخورید؟ معلم شده، وزارت معارف داشته، چه علف میخورید شما؟ در چه ویدمت؟ بی حیاها. 12 سال عمر یک طلبه را خزان میکنید؟ هیچ نه. 12 سال پشت پرته مکتب، یک طالب علم کی مکتب تمام میشد و من مهاجر میشوم را آرزو میکند. پس اگر 40 سال در تاجیکستان یک نفر زندگی کرد، در 40 سالگیش یک هفته ها یا 12 روزه حج عمره رفت و برگشت آمد در سر بلانچه در تن کته دراز، شما گفت روزها پینایت نسیبیه
یگان کس گناهکار نیست. در اینجا نه فنتی رول میبازد، نه دینداری سخت بودنی او رول میبازد، نه دومولوژی وی رول میبازد. در اینجا چی رول میبازد؟ در اینجا تلویزیون شما یگان برنامه مخصوصی ملی ندارد بغیر از رقص باشد، سرود باشد، دیگه هیچی ندارین شما. برای ملی کنونیدنی، برای وطن دوست کردنی مردم هیچی ندارید. رقص باشد، سرود باشد. همین امروز اگر یک تاجیک میرد عربستان سعودی برگشته میبیاد در سر بلانچه، انا همین نتیجه سیاستی رقص باشد، سرود باشد است. اوی مردم، دخترچه من در صنف سیوم میخوند، یکش در صنف یکم میخوند. علم منطق میخونند، درس منطق. از مکتب یک آبشتیترد یک کتاب با خودش گرفته میبیاد، میگوید من وظیفه گرفتم که همین کتاب را این ماه خوانده تمام کنم و به همین آبشتیترد فکر اندیشه های خودم را بنویسم درباره خاراکتر های منفی نفری که قهرمان اساسی اثر است، خاراکتر های مثبت. و در یک جای یک کار را رفته کرده باشد، اگر نویسنده باید این چیزها را قید میکرد، لیکن قید نکرده مونده است. اگر نویسنده به نظر من انا همین این گفته ها را در کتاب خودش در همان جا قید میکرد، باز هم کتابش جالبتر میشد. به خواننده صنف سیوم این گونه وظیفه داده شده است. موچی یک نفر میخیزد میگوید من فلان هزار کتاب خوندگیم، در گپش نه منطق است، نه یک گپ علمی وجود دارد، نه یک گپ با ذکاوت و با فراست وجود دارد، نه یک گپ انسان دوستانه وجود دارد. این رو به این دشمن کن، وی رو به وی دشمن کن. 97% اهالی کشور رو تحقیر کن، به تو روا است چون که تو بزی حکومتی. تو که این اندازه نگه دار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. شما میگید فنت‌ها را جزا دادن در کار، نگذاشتن در کار که این فنت‌ها اندیشه و فهم مردم را تغییر بدهند، در فکر و اندیشه مردم تاثیر گذاشتگی باشند. هوی ان همین یک ملا درس اسلامی میگذارد، درس عقیده اسلامی فرض کرده، همین تقریبا یک ماه یا 2 ماه درس عقیده میخوند یا درس اسلامی میخوند. 12 ساله درس شما را برباد فلک میکند. 12 ساله درس شما را برای یک خواننده چقدر مبلغ دولت صرف میکند؟ از ویران شوی پرته، از کرسکه هاش از بین رفتنش، از فرسوده شوی مکتب، شکستن در و دیوالش، به معلم و به فراش و با کتاب و دفتر تامین کردن برای یک خواننده چقدر مصرف سر می شود؟ همه این اسراف نیست؟ 12 سال می دارید شما برای 12 سال معنی سر این را پر کردن. شما چند قدر معلم ها رفته باید درس خوانده بیان، باید دانشگاه تمام کنند در اونجا، لیکن یک دوملای چله سواد میبراید در یک ماه میکرد. دخترت هم نمون مکتب، پسرت هم نمون مکتب.
اونجا درس خوب نمیدهند. گوش میکنند. چرا؟ فکر نمیکنید، نمیاندیشید که ما اصلی، یعنی کمبودی یا اصلی مشکلات را، ریشه مشکلات را باید شما جستجو کنید که این ریشه مشکلات در کجاست؟ نه در ملا است، نه در فنت است، نه در رشته راز است، نه در سطح پوش است، نه در بلانچه پوش است. ریشه مشکلات در آن است که شما کفالت حیات آسایشته و زندگی ارزنده مردم را به عهده گرفته اید. 30 سال شد به عهده گرفته اید، لیکن یگان مسئولیت کمانده حکمران، تیم حکمران احساس نمی کند. یگان مسئولیت احساس نمی کند برای ملت. با شما ملت دوستید؟ با شما وطن پرستید؟ یگان مسئولیت احساس نمی کنید. عادی ترین مثال هستین. همین چیز را صرفم نمی رود یگان کس. می روید صرفم. خودتون را به نادانی می زنید، گوشتون را به کری می زنید. انا همین شما هستید کاران و کوران و گنگان، نابینایان که تعبیرتون در قرآن آمده است. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. انا همین شما هستید. خدا در قرآن شما را به مردم شناس کرده است. اینها چشم دارند، چشمشان نمی بیند. این جهان را نگر با چشم خیرت، نی به آن چشمی که با او نگری. با چشم خیرت دنیا را دیده نمیتونید. لهم آذان لا یسمعون بها. شما گوش دارید، گوش شنوا نیست. گوشتون نمیشنود، حقیقت را نمیشنود. دوست می‌دارید آن را بشنوید که میخواهید آن را بشنوید که دوستش می‌دارید که همان شنیده شود. این است که هیچ شما را به این باور رسانیده نمی شود که شما دارید خطا میکنید، ملت را فریب میکنید. وگرنه برای پیشرفت علم و دانش سرلباس چی خلل میرساند؟ برای پیشرفت علم و دانش سرلباس چی خلل میرساند؟ هیچ. ریش چی خلل میرساند؟ هیچ. در امین اروپا تقریبا 50% پلیس ریشدار است. مسلمان نیستن، ریشدار. ریش کوتاه، ریش بلند. شاید در سطح ها خطا کنم، شاید از این کمتر باشن یا شاید بیشتر هم باشن. جانشین مدیری یکی از مکتب هایی که فرزند من تحصیل میکند زنی سطرپوش است. جانشین مدیری مکتب مسلمان نیست، اینجا دولتی، لیکن برای مسلمان شرایط داده است که به کدام باور هم نباشد باشد، لیکن منفعتش به ملت، منفعتش به جامعه رسد. حالا نفری وارد شدن، ایشان را گوش میکنیم، بعد صحبت را دوام میدیم. عبدالمجید بفرمایید. عبدالمجید هستید؟ عبدالمجید گپ زنید، بعد من صحبتم رو ادامه میدم. اول شما باید گپ زنید.
بسیار خوب عبدالمجید، من صحبتم رو ادامه میدهم. هر وقت که خواستید صحبت کنید صداتون رو بلند کنید. شما فعال هستید. من به شما سخنران رو قطع میکنم و به شما نوبت میدم. گپ میزنید عبدالمجید؟ عبدالمجید میکروفونتون هم فعال است. شما امکان سخن کردن دارید، میتوانید گپ زنید. حالا ببینید، امروز به این حالت اومده رسیده ایم که یک حکومت نمیتواند طبق آرمان و آرزوی و هوس رسم آیین مردم کار و فعالیت برد، چون که در قانون، در سرقانون کشور گفته شده است که یعنی قانون رو مردم میسازند برای خودشون. فاروق بفرمایید. салом алейкум бародар. Як савол доштум, ҳамин саволро ҷавоб медодӣ. Дар ҳамин давоми 32 соле ки ҳамин Эмомалӣ роҳбарӣ карда, ҳамин чанд поколения ҳамин мардума чанд поколениша хароб кард, бесавод карду, ҳамин муҳоҷиру ҳамин кард. ҳамин саволро ҷавоб медодӣ бародар. حالا ببینید برادر عزیز، اگر در اولها تنها مثلا گریم بر روسیه، حتی در زمان جنگ شهروندی به امیر روسیه فقط سوداگران می اومدن، فقط تاجران می آوردن، یا موی مال انگار، بوزی انگار می آوردن، یا میوه می آوردن، یا اینکه به یگان تجارت دیگر مشغول می شدن. عموما تاجران می اومدن در همین، حتی در زمان جنگ شهروندی. در زمان جنگ شهروندی مردم به افغانستان همسایه، به افغانستان جنگ زده هجرت کرد، به روسیه نه. خیلی به فایزی کم به روسیه هجرت کردند در زمان جنگ شهروندی. شما تصور کنید که اناکنون تا همین 30 سال یک نفر پدرش مهاجر بود، پسرش کلان شد مهاجر شد و نبیره اش حالا دیگر یاد تاجیکستان نمی کند، درباره تاجیکستان فکر هم ندارد و زبان تاجیکی رو هم نمیداند. این چی گپ؟ همین میوه است. همین چند سه پکله نشد حاضر در حالت تخریبی سیوم پکلینی است. در حالت تخریبی سیوم پکلینی است حکومت تاجیکستان. یعنی من در چندین برآمدهایم پیشتر گفته بودم که این حکومت تا از بین نرود، این حکومت تا به استعفا نرود، به استعفا رفته جان خودش رو خلاص نکنه، یعنی روز به روز ملت رو به نابودی آوردن میگیرد. روز به روز ملت رو به نابودی آوردن میگیرد. شما نگاه کنید، این ملت تحملی حتی دوستداران خودش رو ندارد. حتی نفرانی که به خودش صادق هستند، در اطراف خودش هستند، دوستدار سیاستش هستند، تحملی یک گپی دموکراتی بدون قانون شکنی آنها رو ندارد. برای همین حالا یک دو پکلینی گفتیم یا سه پکلینی گفتیم، این کم است. یعنی تاجیک آهسته آهسته دارد از بین رفتن میگیرد و چندی از این ایمیج میکر های و ایدئولوگ های حکومت نجات ملت رو در ملتگرایی، در فاشیسم دانستند و به حکومت توصیه داده ایستادند که یگانه ما رو از این مشکلات های بین المللی نجات میدادگی فاشیسم است. خیر، با یک عباره های دیپلماتی، با یک عباره های زیبای خوشرو همین رو گفته ایستادند، وگرنه به سر لباس مردم، به ریش مردم، به مویلب مردم، مویلب کوتاه هست،
تراشیدگی است، کلان است، دراز است. به تو چی؟ به مویلب مردم کاردار شده ایستادن. به مویلب، به مویلب هوی شرمنده ها. پس شما پکلینی حساب کرده ایستاده اید. برادر عزیز گفتنی دیگر ندارید؟ вай бахшиш микрофонро хеле киштум гӯш кардам. Не акай гапат надорум. 100% парвардигор раҳмату мағфират ҳамин ҳама вақт сарбаланд бошӣ. Действительно чӣ бигем, ман хеле простой гап мезанам, интари чӣ намекунам, ҳақиқат ҷӯӣ фақат тамошо мекунам. хеле чӣ хел бигем, ҳамин устоди мо ҳамин шумое. моро охир ҳамин дар дрини нами гастарбайтер калон кардаги, например ҳамин устодои мо шумое. ина худат, например бародар Муҳаммад Иқбол, бохай вайш, бо Ҳусейн Ашурову, бохай ҳамин гӯш мекунем. ҳамин шумо ёд гирифтем. охир кӣ гуфтаи моро? моро фақат гирифтиян дар драи ҳамин муҳоҷират партофтиян, например моро ҳамин паршикаста. саломат бошед бародар азиз. майла, ҳазор раҳмати худо. савола 100% ҷавоб додӣ. майла, гап нем. маҳмуд Шарипов бифармоед. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Shavkat jon, خوب هستید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه ما در پناه اسمتش خداوند نگه داره. زنده باشید. شما را نیست. همین در همین تاریخ گوارا همه وقت منقورت بود. باور کنید. اگر خیلی دورتر نمیریم، همون بلشویک‌ها سر کنیم. وقتی بلشویک‌ها آمدن اوسیو میراث ضبط کردن، همونجا هم یک گروه منقورتا پیدا شدن که طرفدار بلشویک‌ها شدن و خواستن قطعی همکاری کنن. از همون وقت سر کردن با سطر و حجاب مبارزه برن، با دین اسلام مبارزه برن. انکو سال 92 وقتی که باز هم همین تاجیک بیچاره صاحب دولت شد، صاحب استقلال شد، خواست زبان خودش رو وارد کند، دین خودش رو محافظت کند، باز منقورت پیدا شد. با گروه رحمانو، با یاردم کریم و روس‌ها باز هم به ضد دین اسلام برآمد کرد. همین دین ستیزی، همین منقورت‌ها تاریخ گوارا 100 سالها آمده شده. باور کنید همین رحمانو هم یک گروه پیدا کرد که همین گروه منقورت‌ها ای خدای سر کرد تو همین حکومتداراش همش یک جایه بر ضد دین. برای چی بر ضد دین؟ وقتی که اگر دین آزاد باشد، انا ناموس مردم بیدار باشد، اینها پوره گرفته نمیتونه، دیگهش جوشانده نمیتونه، دروغ و بهتانش برباد میره. باور کنید من حاضر صدولای من همین روز دیدم، گوش کردم یک اخبار که 15 روز دادیم برای یک گپ حقی زدگیش. خاص گفت که همین رحمانو کاری کردگی حکومت کارش درست نیست، ضد دین سطر حجاب برآمده، این آبروت میریزاند. که بعد گفتن که اینا ما چند بار آگاه کردیم، این گپای قبه میزد، این صدها بار سخن قبه ضد مخالفین زد. اکی محمود جان بیایید همین مثال آوردید، همین گپی بیچاره اسدالله علیه همراه با تماشابینان یک جای گوش میکنیم. مرحمت. همین اسدالله علی خیلی که اشاره کردم، بیچاره یک شخص سرسپرده پیشوا است. برنامه داره ضد مخالفین و همیشه از پیشوا جانبداری میکند. همین قدر گفت است که همین ضد سطر حجاب برآمدن شما دولت شرمنده میکند، تاجیکستان شرمنده میکند. این کارا نکنیتون. 97% اهالی کشور مسلمان است. بردن 15 سوتکه زدنش، 15 شبانه روز پشت پنجره زندان. مرحمت تماشا کنید. به کدام خاطر پشت پنجره زندان شد؟ من به همین خاطر. من محترم اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، همچون یک شهروند به شما مراجعه دارم که در شبکه‌های اجتماعی بسیار چند وقتی است که برای قانون برآمده است که برای پوشیدن سطر حجاب
3500 сум ҷарима аст. ин яке аз ғавғоҳои бардоштаистанд. мақсад ира ма таҳқиқот кардем, қонун набаромадааст. шумо дар суҳбат суханроният гуфтем ки шоки миллӣ мо нестай. рост гуфтем. дар асл ҳиҷоб шоки миллии тоҷикӣ нестай. худованд дар қуръон гуфтагиай ба пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки эй пайғамбар, бигӯ ба занҳот ва духтаронат ва занҳои муъмин чодарҳои худшона пӯшонанд рӯи сари худшона ва шинохта шаванд зани муъмин аст ва аз тарафи мардҳои чашмнигар наҷот дода шавад. хоб худованд дар ягон ояти қуръон нагуфтае ки либоси араб, либоси тоҷик, либоси қазоқ, қирғиз ягон либос нест, балки ин либоси мусулмоност. ҳукми худованд аст. мо фахр мекунем ки шумо 500-ум мусулмони ҷаҳон ҳастен. ба обрӯ 500-ум мусулмон. мо фахр мекунем ки мо чунин президенте дорем ки чунин пешвои миллате дорем ки дар тӯли 32 сол дар иқа ободӣ сабабгор шудагиай. ман фахр мекунем ки дар соле ки ҷанги шаҳрвандӣ шид соли 90 то 97 ҳеҷ ки баҳудаи сарвари давлата нагирифт. дар 16 ҷулусия шумо сарвари давлата баҳуда гирифтем. ин қадар хизматҳое кардагин. мо ҳамеша тарафдори хизматҳои шумо ҳастем. соли 2009 ҷашни имоми аъзам гирифтем. тамоми уламои ислом аз ҷаҳон даъват кардем. қонуне ки мегӯянд ки барои сатр ман аст. сатр и шоки миллӣ ягон давлат хос барои давлат нестай, хос барои мусулмон аст. занҳои мусулмон. тоҷикистон ба ҳамагон маълум аст ки баъди пош хӯрдани давлати сосониён соли 735 ҳуҷум арабо бар ҳулбук ғолиб омаданд, мусулмон шуданд. тӯли чандин солҳо мо давлатҳои ҳамчун сомонӣ доштем ки чунки мусулмон буданд, пайрави дини ислом буданд, то давлати шӯравӣ омадан. соли 1920 омадан давлати шӯравӣ. баъдан ҳамин либосҳои мусулмониро мақсад гирифтанд, чодарҳоро чӣ карданд. дар тӯли 70 сол миллати тоҷик динша гум накард. сабабе ки ҷанги шаҳрвандӣ як сабабе ки шида буд аз ислом истифода бурдани ҳизби наҳзат. соли 73 ҳизби ҷавонон буд. баъдан соли 91 гирифтан, 30 сол ҳизби наҳзатш карданд. мардума дагирчун ҳамчун мусулмон гуфтан ҷамъ кардан, ҷанги шаҳрвандиро кардан. ин сабабгорш ҳамин аз ислом истифода бурдан аст. мо медонем дар тӯли ҷаҳон, дар тӯли таърих ҳамада ки мардуме ки истифода мебарад, сӯистифода аз дин аст. ми хоином ҳамаш аз сӯистифода дин бошад. ман ҳамчун як шаҳрванд муроҷиат мекунам ки ман намехоҳам ки дар тоҷикистон як фитнаҳе бошад ки чӣ хеле ки дар шабакаи иҷтимоӣ дидестам, фақат ҳуҷум ба болои занҳое ки сатр доранд ҳуҷум аст, ба занҳое ки пӯшокашон лухт аст ода ҳуҷум нестай. пӯшоки миллӣ агар ин қонун баррасӣ шавад, 97% ки тоҷикистон мусулмоннишин аст розӣ шояд набошанд, бисёртараш нестанд. шумо ки дар ҷаҳон ҳамчун як мусулмони ба обрӯ ҳастен, баъди қонун баромадан шояд обрӯи шумо коҳиш ёбад. шояд дар ҳамин
дарони тоҷикистон обтон коҳиш ёбад. Аз шумо хоҳиш мекунам, пешвои миллат, нагзорен ин қонун барояд, чунки ин қонун бисёр қонуне ҳаста ки залал дар ҷомеа мерасонад, залал дар ободӣ, залал дар сулҳу собот мерасонад, залал дар сулҳу собот мерасонад. ман намехоҳам ки тоҷикистон гулгуншуквон ягон нотинҷӣ шавад. ман дар тӯли 4 сол аст ки бар зидди терроризм мубориза мебарам. дар тӯли 4 сол таҳдидҳо шунидагим, ба қатл мерасонем, аз бари ҷон гузаштагим. чунки ҷонфидоёи шуморо ман дидам, чунки дар хуҷанд соли ки шуморо суйқасд карданд, ки ним соат пас баромаден, дар баромад карден, як илҳом мо дар ҷавонода бахшидаге ки сарвари давлата бинем ки як суйқасд нагуфта баромад бо аз пай ободкориву чӣ шид. лизо аз шумо хоҳиш мекунам ки қонуне ки меган ба зудӣ барояд, ира ҳаматарафаша бинем ки аллакай хоинои ватан, аллакай бадхоҳои ватан, миллат мардумро ба ғавғо вартисанд, ба митингҳо даъват карданд, ва айноми ислом истифода бурдистанд. ва мутаассифона пешвои миллат мавра мусулмон, ҳамчун як мусулмон гурӯҳҳое ки наҳзатӣ аст, гурӯҳҳои 24 аст, ман қабул надорам. чунки ӯ дар наворошон тӯҳмати ба тӯҳматҳои зиёд мекунанд. дар ягон ҷои ояти қуръон гуфтагӣ нест, дар ягон ҳадисҳои пайғамбар нест ки тӯҳмат ка ана дурӯғ бигӯ, ғайбат бикӣ. дар вақти чишон намозошонро намехонанд. лизо хоҳиши ман ҳамин аст ки аз шумо пешвои миллат ки қонун бароварда нашавад, чунки қонун бароварда шавад, шаъну шарафи шумо дар ҷомеаи исломӣ, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ коҳиш меёбад. баъдан дар мо 97% мо мусулмон ҳастем. и 97% мусулмонда мани яке аз арконое ки ислом аст ва ки фарзҳои илоҳӣ аст, ин чиз хуб нест аст. хуб, суханҳои мара дигар мақомот ягон хел нафаҳмед. ман барои сулҳу субут ҳамеша мубориза мебарам. ман барои ободӣ, ҳамчун чизе ки гуфтам, барои манфиати миллат аст ва манфиати давлат аст. ман ягон чи нестам. ман барои манфиати миллат ва манфиати давлат, ман бар зидди терроризм ҳастам, мемонам то мурдан. ман бар зидди терроризм мубориза мебарам. ана шавкат ҷон, агар сухантид овоз нест, овоз нест. бубинед, як нафар бо тамоми имконоти будагиш, бо тамоми ҳастии вуҷудаш аз пешво ҷонибдорӣ мекунад. чӣ қадар тамаллуқ мекунад, шумо беҳтарин, шумо ҷононаед ва мегӯед ки аммо ҳамин қонуне ки бароварда шудагӣ аст ба ман маъқул нест ва мегӯед ин қонуни шуморо 97% кишвар, аҳолии кишвар дастгирӣ намекунанд. ошкоро гуфта шудааст ки яъне ман ҷонибдори туям, лекин ҷонибдори ин қонунат нестам. яъне ки қонун бо ризояти мардум бояд қабул шавад. ӯй парлумониҳо, аз ин мебарояд ки шумо ҳамин рафторҳоятон, ҳамин дӯстдори пешво гуфта шудааст ки 97% аҳолии кишвар тарафдори ин қонун нест. аз ин мебарояд ки вақте шумо қонунеро қабул кардед ки 97% аҳолии кишвар ҷонибдори он нест, ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо мунтахаби мардум нестед. бифармоед дӯстам маҳмудҷон, ягон чиз гуфтанӣ ҳастед бо иловатан? ман гуфтам ки ана ин ҷасорат да, ана ин ҷасорати шахсе ки ҳаму қасол зидди ана ҳизби мухолифин баромад мекард.
یکی وجدان ناموس با هم غلبه کرد. در همین گفته‌ها خود همین حکومت سخنهای قبیح دید. من ندیدم. من باور دارم که 97% حتی خواهش کرد که همین سخنهای ما رو نادرست نفهمید. برای همون قدر همین گرفتن برای سخنهای قبیح محکم کردن. اگر برای این سخنهای محکم کردن نباشن، حبس کنگی نباشن، 15 سوتکه شبانه روز مردم باید خیزد، همه کسا خیزد، خیلی همین مرده گپ زد. آشکارا گفت که ما این قانون راضی نیستیم. از این قانونی که عضو پارلمان قبول کرده و به امضا رسیده نیست راضی نیستیم. لیکن من گفتنی با هستم که همین سال 14 وقتی انتخاب پارلمان بود، این 20 سالگی وای بود. اگر یاد داشته باشید، اگر همکاری با MVF همکاری با 20 سال پیش، سال 14 وقتی انتخابات پارلمانی همکاری با MVF بود. از همونجا شروع کرد جنسی تیزی را ضد مردم خودش. بعد از 10 سال دیگه با همین من 30 سال به نزدیکی ماهی مای سری مای بود، خیلی 30 سالگیش بود وقتی ایتالیا رفت. همون بانک بین المللی گفت که ما 30 سال باز در تاجیکستان کار میکنیم و ها تصفیه میتید که کدام جهت از مردم مبلغ ستاند. با همین حجاب در آورد، با جریمه برداشت، میخواد همین حساب مبلغی انداز جمع کنه. لیکن این خطا است. این خطا است. برای همین قدر پیروزی در دست ما. رحمانوف آشکارا نشان داد که باید دشمن دین است و نه 500مین مسلمان جهان نیست. این دروغ است، برای چی که 500مین مسلمان جهان هیچگاه با دین با فرض‌های الله مبارزه نمیبرد. برای همین قدر پیروزی نزدیک، همه سرجم باید باشد، همه باید حقوق خودش رو طلب کنند. برای شما موفقیت باشد. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. برادر عزیز گرامیمون سلیم جان سلطانزاده سخنگوی. صدای من را میشنوید آخه؟ شما دید فیض آوردید برادر عزیز. سلامت باشید. اولش مبارک باشد برنامه نو. زنده باشید. خداوند برکت یاد، خداوند به مقصد رساند که مقصد این همه برنامه البته به منفعت ملت و کشور است ان شاء الله. موضوعی هم که اول موضوع سر کردید، موضوعی که از یک شاید 10 سال اخیر مردم رو اذیت میداد. از یک طرف به قانونی بود، یعنی در قانون این چیز نبود، از یک طرف طلبات مقامات بود که این رو سری دست گرفته بودن. اما همین سال آمد مقامات آن رو به یک چیز رسمی، لباس رسمی پوشاند، یعنی به معنی سطر و با ریش و با دیگر مسائل عقیدتی، یعنی گرفت این همه ضربه را، یعنی اون ضربه که میخواد به ملت و دین زند، لباس قانونی پوشید، نه قانونا تصدیق کنند. البته که قانون حال امضا نشده است از جانب امام رحمانوف، اما به هر حال خود این قانون رو پیشنهاد کرده خود حکومت تاجیکستان است، یعنی خود امام رحمان است که این قانون رو پیشنهاد کرده است. پارلمان به تصویب رساند و باور داریم که متاسفانه قانون قبول بشود و این یک ضربه سخت به بالای مردم، بالای کشور، بالای عموما دولتداری و فرهنگ ما خواهد بود. اینا ببینیدان درست است که مثال علمای دین از دیدگاه علمی دین بها میتن، از دیدگاه شریعت بها میتن. مردم که درباره از فرهنگ، در مسائل فرهنگ کارشناس هستند، درباره فرهنگ گپ میزنند. سیاستمداران از دیدگاه سیاسی بها میتن به این رفتار. من تنها میخواستم یک حرف را بگم که از روی سرقانون جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است و کشوری که حالا من هم قرار دارم در همین اروپا، فرانسه، این هم یک دولت دنیوی است و چیزی که میبینید برایش هیچ مشکلی ندارد این مردم، نه مقامات
نه با لباس پوشی مشکلی دارن، نه با ریش مشکلی دارن، نه با دین و ادیان مشکلی دارن، نه مشکل دارن که تو دیندار هستی یا نه نیستی. یعنی سرقانون همین رو تامین کرده است، آزادی دینی هر یک نفر رو. دولت به کار دین دخالت ندارد، دین هم به کار دولت دخالت ندارد. اما متاسفانه در تاجیکستان که تاجیکستان هم عیناً همین خیلی از روی سرقانون دنیوی است و من این رو طرفداری میکنم. من در چند جا گفتم که عیناً همین نظام دنیوی رو برای تاجیکستان مناسب ترین نظام میدانم. اما متاسفانه ما حال دولت دنیوی رو در تاجیکستان مردم ما ندیده است. متاسفانه از بازی که این قانون نوشته شده است ما رو در تجربه ندیدیم. برای چی؟ چون همه وقت یا حکومت دخالت میکرد به کار دین یا برعکس. اما حالا همین روزها عیناً تمام شاخه های حکومت، شاخه های دولت، علل خصوص اجرایه و پارلمان به واسطه به کار دین، به کار اعتقاد مردم دخالت دارند و اون دخالت هم خیلی یک ظالمانه است. میخواهند با اون رفتار قبول قرارها همین دنیوی بودن ساخت تاجیکستان رو زیر سوال بردن. اگر تا امروز حکومت تاجیکستان در یگان جا برآمده دعوا میکرد که تاجیکستان ما جمهوری دنیوی است، اما با این قرارش همین دعوای خودش رو با 0 برابر کرد، با 0 برابر کرد. چون که وقتی که دولت دخالت میکنه، عذر من در بیرون قرار دارم، وقتی که دولت دخالت میکند با حیات دینی یک شهروند، این از روی قانون این من است. یعنی من چه خیلی که اعتقاد دارم این اعتقاد من است، اعتقاد فردی من است و لباس پوشی من هم این چنین، همچون فرهنگ من. درست است که در مکتب نظام دیگر هست، در بعضی میگیم کارخانه دولتی نظام دیگر هستن، باید که یک لباسی علاوه باشد. اما وقتی که در جامعه، در جاهای جمعیتی میبینیم، در نوارها که حتی در میکرواتوبوس ها و در بازارها و در کوچه ها مردم رو با لباس دلخواهشان گشتن نمیمونن، این علکای دیگر از تمام حدودهای قانون بیرون شده. 100% میتوانیم گفت که جمهوری تاجیکستان قانون امروزه رو پایمال کرده با تمام همون بندهای قانون که با هم ضد کنستانی هست، هم ضد یک فرهنگ مردم اصیل است. چون که اینجا یک نکته خیلی مهم رو حالا همین برادران اینجا گفته گذاشتن، اون نفر از بلاگران حکومتی که اموال گفت، من خود در همین جا میگم که احسن با همون نفر که جسارت داشته است همین حرفاش رو گفت. واقعا من این رو نمیشناختم، حاضر تماشا کردم، حاضر شناختم این نفر رو، احسن میخوانم. و اون که بردن 15 سوتکه زندان کردن، این دیگر مقامات دیگر چاره ندارند. از بخشش من رئیسان حاضر میرم بچه سرپرستان دیگه عذر ده. و وقتی که همین یک بلاگر حکومتی میبرد ضد حکومتش گپ میزند، این نشان است که مردم دیگر طاقت به ساختکاری خاتمه میدهد به نزدیک مردم دیگر با چی میگوید با اون دروغ‌های شعارهای دروغین حکومت دیگر باور ندارند. انتباه همین خیلی از حرفای ما که در بیرون قرار دارم، همه درد دل رو گفته نمیتونم، لیکن موضوع خیلی حساس است. موضوع حساس که باید که هر روز گفته شود. غیر از این برنامه شما آغازش رو باید تبریک میگم آقای شوکت و امیدوارم که این دوام میدهد و ما در موضوعهای گوناگون و مختلف حرفها و صحبت‌های خود را خواهیم کرد. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. نوباسته از اون که خیلی در تشویش هستید وقت جدا کردید و صحبت کردید، یعنی باید تشکر عرض میکنم. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. دوستان عزیز، همین طور خیلی که دوستانمان قید کردن، باز حالا این اسدالله علی تشکر من هم عرض میکنم که یک جسارت کرده است، یعنی با تفکر ملی من صحبت کرده است. این رو میگن تفکر ملی، یعنی دینش رو، دیانتش رو، عرف و عادتش رو، رسم آیینش رو از هم جدا نمی کند، همه رو در یک قالبی
یعنی انسانیت میگنجاند. یعنی اگر انسان باشی همه این در قالب انسانی تو میگنجد. اگر فاشیست باشی تو همه این رو در قالب انسانی گنجانیده نمیتونی. یعنی انسان بوده نمیتونی. ملتگرایی، خود برتر بینی، نازیدن، نازی بودن، اینها از رمکه اخلاق، انسانیگری بیرون هستند. از قالب انسانیگری بیرون هستند. از خود نازیدن ها، خود را از دیگران برتر دانستن ها. یعنی یک کس لباس عربی پوشیده آمد، لباس تو شاخ دون دارد نسبت لباس عربی. این شیمی کاستومی من گجاش ملی است. همین کرته من گجاش، همین چیزی که من پوشیده شدم گجاش ملی است. همه حکومت داره تاجیکستان همین خیل سر لباس میپوشن، گجاش ملی است. گجاش مرحمت. اوی پارلمانی ها، پارلمانی ها نه، اوی کلاین های از همه معاش بلندخور از حساب بودجه تاجیکستان. کلاون ها، کلاون هایی که در پارلمان کشور میشینید، 63 نفر کلاون. یگان خیلی حضور نمیپرسم، همه کلاونی. کدامید به جمعه دستورالعمل در پارلمان هستی؟ کدامید سر لباس ملی به بار کردگی هستی؟ کدامید توقی تاجیکی داری در پارلمان؟ در سر یگان تات اوی 63 نفر توقی تاجیکی دیده میشود. در سر یگان زنه که چی رومال تاجیکی دیده میشود. سر لوچ کن لوچ با اینا ملی بدن. مرد به این روزتان. شرمنده های بیناموس. یک تد به جامعه تاجیکی میری، به جامعه به قسمی تاجیکی میری، به پارلمان نه، به توقی میری نه. باش ما به سر لباس بیگانه قانون میبرارید که باید سر لباس بیگانه پوشیده نشود. نپوشید. این شمایی که از سر لباس ملی پوشیدن در کوچه آر میکنید. یک جامعه پوشیده برات دیوانه میگود همه. یعنی به نظرت یک جامعه پوشیده به پارلمان رفت، در تصوراتت گنجانیده میتونی با تو قانون میبراری که این لباس بیگانه، آن لباس خودی. بمیره از این روزت بیناموس. در تمام دنیا شرمنده شدیم. در تمام دنیا شرمنده شدیم. باز چند نفر میبرن میگن که از خارج ماها را چند دامله ها گپ زده ایستادن، بیاین چی کنیم؟ پیش راه این رو بگیریم، بی‌طرف نباشه. یکیش برادری عزیزی گرامی خیام‌الدین. گوش میکنیم خیام‌الدین رو. بیاید خیام‌الدین رو گوش کنیم. خیام‌الدین رو گوش کنید چی میگه خیام‌الدین. خیلی اندیشه‌های تحقیرآمیز بیان میکند و متاسفانه این نوار در شبکه اجتماعی خیلی وسیع پهن میشود و انمون دارن مریدانش و اون نفرانی که او را جانبداری میکنند و هم فکر با او هستند اندیشه‌های خود را بیان می‌دارند. لیکن همون مسئولان ایدئولوژی ما، همون نفرانی که امروز دارن مقابل افراط و خرافات و در منبرها سخن میکنیم، برای تربیت و تندرستی شهروندان گپ میزنیم و سیاست امروزه رهبریت دولت داریم در عمل تطبیق میکنیم. من خواهش میکنم که نسبت به همین مسئله خاموش نباشید، نسبت به همین مسئله بی‌طرفی نکنید، چون نفر برآمده است که به خودش حق داده است که نسبت حکومت کشور، نسبت تاجیکستان ما سخن کنند. لیکن برای چی ما خاموشیم؟ ببخشید اسلام که امروز در همین خود افغانستان همین مولویان همون پیروانش همین طالبانش ساختن، نه اینکه کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، بلکه همین کشورهایی که اسلامی هستن همون را نگران کرده است. همین اسلامی که همینا ساختن، آیا اسلامی که امروز دارن در آنجا ساختند و دختری 13 ساله هر روز تجاوز میشود؟ آیا دارن در یک تن اردوگاهی که در دوام 2 ماه 72 نفر کودکان خردسال را گرفتند و به زنی مردهای تا مثلا 13 ساله دختر به 70 ساله مردها عائله دار شد و امروز چقدر یک ظلم و ستم بالای مردم مظلوم افغانستان است و نسل کشی تاجیکان در از جانب طالبان امروز در افغانستان ادامه دارد و اینها دارند بازن همین روی آوردن در برابر که هم ملتان ما را انجام میکشند، برادران ما را انجام میکشند، خواهران تاجیکی ما را آنجا اذیت میدن. لیکن امروز دارند باز بالای
حکومت کشوری ما و تاجیکستان ما اندیشه بیان میکنند و من خواهش میکنم و پیشنهادم میکنم که ما اندیشه رو محکوم میکنیم و شما هم فعالان شبکه اجتماعی اون نفرانی که دولت و ملت خود را دوست می‌دارید و بی‌طرف نیستید بگذار که خاموش نباشید. یک اندیشه که موقع شما معین میکنند من خواهش میکنم که در همین شبکه اجتماعی جای داده باشید. بسیار خوب. خیام الدین، همین مردم مجبور کرده ایستاده یا اینکه خواهش کرده ایستاده که برای موقع خود رو معلوم کنند، یعنی به همون دنبالوها که گفتن شما شرمنده ها بر ضد حجاب زن، بر ضد روسری زن قانون برآورده ایستاده، گفته اظهار نگرانی کردند، اظهارات دادند. در جمعه گذشته در تمام مسجدهای جامع ترکیه علمای این کشور قد علم کردند و گفتند باید این قانون در تاجیکستان قبول نشود. به زنان تاجیکستان توصیه دادند که به این قانون پیروی نکنید، این قانون را گوش نکنید. در تمام کشور رابطه علمای اسلام، یک سازمان بین المللی معتبر که اکثری علماهای مسلمان جهان را متحد میکند، در سایت رسمی خود اظهارات پخش کرد، اظهارات داد که در تاجیکستان یک چنین احمقی به میان آمده شده است. میبخشید این گونه کلمه استفاده شده نیست، یعنی اونها با زبان دیپلماتی گفتگی هستند، به میان آمدگی است و از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این کار را نکند. به تمام دنیا شرمنده شدیم. همین خیام الدین برادر عزیز، شما طلب دارید که مردم برایت بر ضد اونها گپ زنند. چی گپ زنند؟ من همین اسدالله علی چی گپ میگفت؟ وجدانش را فروخته بر ضد عقیده و اندیشه خودش گپ میزد. یعنی چی طلب داری خیام الدین از مردم، از جوانان چی طلب داری؟ یک جوان برایت مثلا گریم تمام ناموسش را بفروشد، بر ضد ناموس خودش گپ زند؟ خیر به تو یک منصبک دادن، مثلا گریم یک چیزی که دادن رنگ خرسقند به کودک میدی، چنان خرسند میگردد دیگه یگان از همه بدی های دنیا را فراموش میکند. همین توی هم یک خرسقنده که گرفتگی هستی، یک منصبک کوچک، یک منصبک جمعیتی، تمام شب سیاهی پیشواد برای تو روز روشن، شب تاریکش برای تو آفتابی، خرابزارش برای تو گلستان. یک آدمی با سواد مگر همین خیلی فریب خورده می شود؟ طالبان پریچون؟ طالبان چیکار کرده است طالبان به تو در اون طرفی دریا؟ طالبان از تاجیکستان دموکراتی تر است، میفهمی؟ حکومتش از حکومت تاجیکستان مردمی تر است، میفهمی؟ من در اروپا تمام افغان ها که گریزه شدگی هستند از دست طالبان به یگان همین جا برنامه‌ای که مردم افغان بر ضد طالبان میکند، ژورنالیستانش اومده در همین جا بر ضد طالبان برنامه ها میکنند، یگان تاجیک نکرده است. به یک برنامه ما 10 ها 15 ها 20 ها برنامه دارد ژورنالیست های افغان بر ضد طالبان. ان همین ژورنالیست ها افغانستان رفته میبیایند. مختار لشکری را گوش میکنی؟ با ذبیح الله مجاهد یک بار ببین چگونه با حرمت با احترام ذبیح الله مجاهد با مختار لشکری صحبت میکند. با دیگرها همون خراسانیه که امام علی رحمان را تهدید کرد، ببین با مخالف خودش با همون ژورنالیست ها چه خیلی مناسبت میکند. همون مخالفان را ان همین طالبان جزء جدا نشونده ملت خودش میداند. میگوید در باز است بیاین به یگان تا شما یگان خیلی بی امنیتی تهدید نمی کند. حالا افغان ها مرده های خود را برده ایستادند، رفته
پیران خود را خبر گرفته ایستادند. مبلغ گسیل میکنند. یگان طالبان نمیگوید که شما از جانب مخالفان مبلغ گذاری شدید، جایتان زندان است. همه افغان توسط ریه، توسط وسترن یونیون به افغانستان مبلغ گسیل میکنند. افغانستان آباد شده ایستاده است. میفهمی خیامدین؟ حاضر ما مبلغ گسیل کردن اون طرف است، نمیتوانیم با پیوندان خود گپ زنیم. تو میفهمی خیامدین؟ طالبان پریچم تو؟ شما اول تو سطح طالبان رسین. تاجیکستان اول تو سطح طالبان برار اول سونی گپ زن درباره طالبان. همین نام پیران دختران جوان را میگیرن. اوی گردان روس کافر که غیر مسلمان 70 ساله دختری جوانی تاجیک را گرفته است، آرد نامده است، ناموست نامده است. یک مسلمان پیران سال مسلمان دختر مسلمان را گرفت، تو آر ناموست آمده است. چی گپ است این کجاش این آر؟ 70 ساله روس دختری تاجیک گرفت، تو ناموس نمیکنی. خطایی آمده دخترای تاجیک گرفت و مثلا گریم تو همینجا هست رفت تمام دختری تاجیک به خونه در حیران زور موندگی، 4 تا 5 تا کتایس زیاد آروندگی، تو ناموست نمی بیاد. تو را به طالبان چیکار؟ اول به سطح طالبان، از سطح دموکراتی، از سطح مثلا گریم غمخوری به مردمش، به سطح طالبان برسون. اول حکومت بگو برسد. اول از تاجیکستان برخه گرفته مردمش به برق تامین میکند. در تاجیکستان برق نیست. توری زمستان چندین کس ما از خنکی از دست دادیم. تو میفهمی چی میگویی؟ حالا طالبان سیاستش ببین، سیاست طالبان تا حد بین المللی شده ایستاده است. مثلا گریم در عرصه بین الملل شناخته شده است. حاضر قزاقستان شناخت، روسیه در حالت شناخت است، خطای، قطر، چندین کشورها. ما از همه زیاد سرحد با افغانستان ما داریم. در سطح دشمنی خودمون رو نگاه می‌داریم. وای افغانستان چند میلیون اهالی دارد؟ در افغانستان ما چند میلیون خورنده داریم. میتونیم تاجیکستان رو همچون راهی ترانزیتی گذراندن بار بونه به افغانستان مسئله تاجیکستان رو پیشنهاد کنیم به جامعه بین المللی. تروریست است، اکستریمیست است، او چی خودش است. ما دیده ایستادیم چقدر در دنیا با لباس دنیویت چقدر به تروریسم دست زده ایستادند. اول ما به این سطح خودمون رو برده رسونیم. به سطح طالبان ما نه در جهت مردمی بودن، نه در جهت تامین مردم به امنیت. ما رنگ طالبان نیستیم. طالبان اکثریت در همین اروپا گرفته آمدگی و دوستدار طالبان شده ایستادن آهسته آهسته. چون که بعضی از 15 سال باز 16 سال باز افغانستان دیدگی نی، الکی رفته پدر و مادرش رفته خبر گرفته آمده ایستاده است. ما چی؟ زنده جدا، زنده یتیم، انصافتان رو خواه خورد. از خودم خورد یک خواهر دارم. مایلش برادران 4 اپه دارم. 9 سال شد. الا تو خوب هستی گفته نمیتونم. همین از دولت داری. اگر همین خیل گفتم شما میبرید اونها رو پشت پنجره زندانش میکنید، میبرید جزاش میدید. یعنی دولت داری شما همین است.
برتریت طالبان شما همین است. صورت اینترنت است تاجیکستان بلند است. شما چه خیل درباره طالبان گپ نزن. حالا به دهان تو گپ نیست درباره طالبان گپ زدن. تاجیکستان از افغانستان حالا میگفته تاجیکستان را افغانستان کردنیه. اول این گپ رو میگفته که به سطح افغانستان تاجیکستان رو رسونید. تاجیکستان به هیچ سطح تو افغانستان نیست. خصوصا همیشه به روسا تو افغانستان به عرصه بین الملل مکت ماشینی سبکروی ورزشی پیشنهاد کرده ایستاد است. ما رو استیصال میکنیم گفته. تاجیکستان حالا برای جمعگیر کردن یک اتوبوس یک رکلام کردن با همون از بین رفتن. همین راههای دوشنبه رو به فکرم تعمیر کردن دیگه خریدار نیافتن. تمام ادا شد. زاپچست ها رو قسم های احتیاطی رو از ترکیه آورده. قسم های احتیاطی رو از بلاروس آوردن. 4-5 تا تراکتور ساختن. رکلام کردن با همین تمام. افغانستان کارخانه ها کار کرده ایستادن از حساب برق تاجیکستان. بعد چیزی دیگر خیام میدین همین نگاه کن هم پیش راه دهان مردم رو چخیل میگیری. در عرصه بین الملل شرمنده شدیم. همین 4 تا جوان میبراری چی میگوید همین 4 جوان؟ همین یگان همین تصمیمی ضد ملی تصمیمی ضد انسانی همین حکومت همین پارلمان یگان جای طرفداری جانبداری میکردگی داره. یگان توجیه داره. این رو ببین خیام بدین. این رو ببین در ترکیه چی گپ رفت در جمعه گذشته. روز جمعه امام خطیبان مسجدهای ترکیه از ضرورت دفاع از زنان تاجیک گفت. دانشمندان دین اقدامات ضد انسانی حکومت تاجیکستان را محکوم کردند. علمای دینی ترکیه به زنان تاجیک توصیه دادند که رویمال پوشند و همه تصمیم‌های حکومت تاجیکستان را که خلاف قانون‌های الله هست رد کنند. گوش نکنند. 18 yaşına kadar gençlerin Kur'an öğrenmesi yasak. Camiye girmesi yasak. Hafızlık yapması yasak. همبستگی خودشان را به تاجیکان و تاجیکستانیان اعلان کردند در تمام مسجدهای ترکیه. همین شرمندگی به کجا میبری؟ تو میگفتی هیچ کس منو ببین. علمای دینی ترکیه تاکید کردند که نباید تجربه تلخ سیاست سابق ضد روسری در ترکیه در تاجیکستان و دیگر کشورها تکرار شود. خیامیدین ناموس دوریانی ناموسات کجا شد؟ شرم و حیات کجا شد؟ این مسئله ها را باید به نوبت بگیری برادر عزیز. رابطه علمای اسلام یک سازمان بین المللی جهانی که خیلی معتبر است در عرصه بین الملل اظهارات نشر کرد. این شوخی نیست. چی میگویی؟ خیر همین جوانان را دعوت کرده ایستادی چی میگویند بر ضد آنها؟ من ببین طالبان حالا هیچی نگفته است. یک گپی زیاد نزده است. به ترکیه گپ زن. یک کشوری دموکراتی دنیوی، یک کشوری به ابرقدرت تبدیل یافته در عرصه بین الملل سخنهای اولین را میزند پرزیدنتش. در بسیاری از کانفلیکت های بین المللی داوری میکند، میانه روی میکند. اونجا 13 ساله رو 70 ساله قانون دارن.
بزنی نمیگیرن، خاطر نشو. قانونشون یا از 16 سال یا 18 ساله بالا است اگر خطا نکنم. تمام پرینسیپ های دنیویت در ترکیه رعایت می شود. هر دیکتاتور است پرزیدنتش فرض کردیم دیکتاتور به انصاف است، مردمش تامین هستند. یکی از کشورهای بوی جهان است. در نگو اونجا نفت دارد، گاز دارد. در ترکیه نه نفت است نه گاز هست. یگان کندنی های فایده‌ناک چشم راست نیست. به این چی میگویی؟ اونها دخترای 13 ساله رو نگرفتن، از اردوگاه ها دخترها رو تجاوز نکردن. چیکار اونها همه مسجد های نماز جمعه ترکیه برآمده اظهارات نشر کردن. چی میگویی به این؟ ببین خیام میدین، نظر فریبی نکن. تو را یک امنیتی همین یک شپلاق در جای در کارت زدگی هست برای این گپ بگو که ما در حال بیچارگی هستیم، در حالت ناچاری هستیم. یک چرت احمق یک تصمیم گرفت تمام ملت بدنام. تو برآمده یک چیز بگو خلان چرت جوان برآمده گپ زند دفاع کند از ما که حالمون بزید. تو هم می برای گپ میزنی. اوی یک بی‌طرفی نکنی، نخلان خیلی بی‌شرفی نکن. فاروق بفرمایید، میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. салом бо як бор дигар ака ами кантар ами ман медром амиҷа уже полностью и хали чӣ меган хали хидматгӯ мекунам. ман ҳами як гапи дига доштам. ҳами давоми 10 соли охир ман ай тоҷикистон 10 сол шидай тоҷикистон нарафтам. ҳами 10 сола ман аҳамият додам бародар. ҳами 10 сол ин территорияи ҳами хонаи модар ҳами магазинаю шаурмаю ресторан усиса ҳар сол як ҷавон меояд на савод дора. инами як гӯспанда инами гӯспанд савод нест, на ирсӣ медона на тоҷикӣ медона. ҳами марам ҳама хибидум, ҳами марам бесавод ҳами овардан 3-4 ҷа гаштам. коз бо шукри худо бо хай хела бо уже камтар тисини сол дра бо ба ақл меши савод уже ҳастай например. ҳами аҳамият додум ина ку 10 сол ҳар сол як ҷавонӣ ҳами яктаи не 5таи 6таи ҳар як тоҷикода меомадану хам як моҳ 2 моҳ як сол ним сол кор мекардану мерафтан дар ҷои ваё бо дига меомад. и уже дар 10 соли охир 10 поколение меша. ҳамхая бародар? бале бале дуруст аст. и ай поколение ма агар бигирӣ ма ай соли 96 да ҳамиҷа будам. ака чанд сол меша? чанд поколение меша? یعنی خودتون گپ زنید دوستان. анака 24 бо 4 28 поколение бесавод. инами не бешухӣ мегӯм, инами мебурам ами магазин ҳамҷора мебинам ами бачаҳо ёша қачон савол ҷавоб мекунам. як киндада кинда ҳичра намедонад, савод надорад. ҳам калкулятор да ҳисоб мекунад, мефурӯшад, тамом. барои ҳавай гуфтум и як илоҷ кардан дар кора и ҳукумат намедонам худаш беномусо бешармо ин мардума ин миллата ку дар таво паст задагия ки валлоҳи қасам ҳамин чӣ сухане мекунӣ ку ҳамин гапҳои гап мезанӣ ҳамин ҳамаша кило мекашем филтрават мекунам 100% рост гап мезанӣ. بله. тамошобинон азиз, ёдовар мешавем ки инҷо рақами WhatsApp гузошта шудагӣ аст. علامتی جمع 43 681 81 91 98 02. این تلفن دسترس است. میتوانید کسانی که به استودیو وارد شده نمیتونید به این رقم واتساپ زنگ زنید و ابراز نظر کنید. و کسانی که میخواهید توسط استودیو وارد شوید یگان خیلی سخن شما بریده نمی شود مگر به شما وقت داده می شود که در همین وقت معین
سخنتون رو تمام کنید. اگر خواهید همراه بس کنیم همراه بس میکنیم. یک گفتید که من همین سخنم تمام، همین گفتم تمام میگویید، لیکن همین که حقارت یا تحقیر استفاده کردید ما شما رو قطع میکنیم و دیگر به شما راه نمیدیم که دیگر سخنتون رو ادامه دهید. بدون تحقیر سخن ضد من است، ضد مخالفین است و برای با جانبداری حکومت است، فرق ندارد. وقتی که حرفایتان سازنده است برای پیشرفت تاجیکستان است، حتما شما رو گوش خواهیم کرد. به رقم واتساپ زنگ زنید یا اینکه در پایان بوده به سلکه یعنی استریم وارد شوید، میتونید با ما پیوسته سخنرانی کنید. بفرمایید فاروق. ҳавая охирсухан да гуфтанӣ бидум бародар ки ҳамин мардум хеле ором нашинанд, барои чӣ ки ҳар сол инами то чанди қашоқ ҳамин бачаҳо бо ҳавоира меги ки тоҷикистон намери мега давҷа мери хай ҳамин ус шахидат медони гид хирок меша мега як инами чи ҳамин гуфтаним ки бародаро ҷавоно ҳамин фарқш нест, ҳама бихезе калатона кор бифармонед басак она шава бара дар ҳамин чи азобу шармандагию пастию равшану ҷумшуду билин толшуваку астағфирулло бахшиш туншувак бас будагист. ҷамъ як бихезем ҷамъ кунем хумона ки ин намешаихе. дар комментарияҳои як видеоҳо мебинӣ иш модари иша ҳақорат, иш модари иша ҳақорат. бас будагист. ҳамахе бародар тамом ободу сарбаланд боше. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. ها دیگه ягон гапам надорум. майлаш хай. سلامت باشید. салом ба тамоми тоҷикистон. سلامت باشید. دوستانی که در تاجیکستان به این باورید که با فشار مردم را میشود ساخت، یعنی با سرخم کردن مردم، بیگپ کردن مردم میشود مردم را ساخت، فکر میکنم خطا میکنید. مردمی نفری که هستید خورد شدم، اگر به این نظر باشید که مردم را با سرکوب کردن، با سرخم نگاه داشتن می شود با این مردم ملت ساخت، به اندیشه من همین کمترینش به اندیشه من و این گونه من برای همه موافق، شخصان موافق به اندیشه من کم نیستم. خطا میکنید. چرا؟ در همین کشورهای متمدن، در کشورهای مترقی به مردم حق داده که هستند که اظهار نارضایتی کنند از حکومت، برای میتینگ تشکیل کنند، تظاهرات برپا کنند، پلاکت ها بردارند. برای چی این حق داده شده است؟ برای اون که از ملت گنگ، سرخم، دست پیشی بر یگان پیشرفت انتظار شدن ممکن نیست. معلم در مکتب، در همین مکتب های اروپا، معلم وقتی که طلبه فکر آزاد خودش را گفته نمیتواند، درباره موضوع مکتب، موضوع درسی فکر آزاد خودش را گفته نمیتواند، والدین طلبه را دعوت میکند، پسیخولوگ را دعوت میکند و میگوید که بیایید با هم این مسئله رو دیده برویم. این فکری نظر شخصی خودش رو ندارد. درباره یک ترمین، درباره یک موضوع درسی فقط همین رو چیزی که در کتاب هست آماده گفت، نظر شخصی نگفت. این خیلی نگران کننده است. این شخصی مثلا گریم از این شخصیت به میان نمی بیاید. واهمه می شود وقتی که یک طلبه در مکتب در اروپا نظر شخصی خودش را گفته نتواند، معلم رهبر صنف واهمه می کند.
در حال پدر و مادر رو دعوت میکنند، میگوید این از کتاب بیرون گام نمیزند، فکر شخصی خودش رو اظهار نمیکند، نظری انتقادی ندارد. در ما یک نفر نظری انتقادی داشته است، بردید 15 سوتکه زدید، 15 شبانه روز برده زدید، هر چند مخلص خودتون است. در ما گپی زیاد گفتن سبب سرکوب شدن می شود. اظهار ناراحتی کردن، اظهار ناراضگی کردن، یک نظری انتقادی داشتن به این برده می رساند که یک شخص خائن شناخته شود، دشمن شناخته شود، پشت پنجره زندان شود، اقلا کمش حالا 15 شبانه روز. در کشورهای مترقی فکر شخصی نداشتن عیب است، نظری انتقادی نداشتن عیب است. همین است که با نظر انتقادی وقتی به یک یعنی به دنیا به نظر انتقادی مینگری بعد یعنی نظری منحصر به فرد، نظری اونیکلی به میون میباید. نظرهای اونیکلی که به جامعه کوریده می شود از همون جامعه ترقی میکند. همه یک رنگ باشن، همه یک گپ باشن، همه یک لباسه باشن. فکر نظری شخصی خود را نداشته باشند، فقط فکر کنند که حاضر مردم تاجیکستان به همین است، فکر کنند که کدام گپش به پیشوا معقول می شود، کدام گپ به پیشوا معقول نمی شود. معلم مکتب همین فکر را کند، طلبه مکتب همین فکر را کند، کارگر در جای کار همین فکر را کند که مبادا یگان گپ نزنم که این پارلمانگی بشنود و با امنیت خبر دهد که من نظر شخصی خودم رو گفتم و به پیشوا معقول نمی شود. به همین شما ملت ساختنیه، همین طور ملت ساخته می شود، همین طور وطن ساخته می شود، همین طور پیشروی می شود. به هیچ کس حق ندهید که نسبت یک چیز نظر شخصی خودش رو داشته باشد. یعنی نظری اونیکلی، فکری منحصر به فرد داشته باشد. ایجادیات می شود، ایجادات نو نه. یعنی کشف به میان می بیاید، نه از شما از رابط چه کشفیات انتظار هستید؟ و او فرمان میدید که بغیر از همین محدوده بیرون حقی گپ زدن نداری. چه کشفیات به میان میبیاید؟ عالم تاجیکستان، عالم فنهای دقیق تاجیکستان، یا که دیگر علم ها، حتی شاعر و نویسنده، بغیر از مدحیه سرای دیگه یک شعر آزاد، اقلا شعر سفیده که درد ملت رو بیان کند نیست. همه رو روانه کرده هستین برای رضاگی پیشوای ملت. وای پگه هست، بس فردا هست، بعد از یک ساعت هست، بعد از نیم ساعت هست، میمرد میرود این پیشوا. چیکار میکنین بعد؟ این 30 سال سناخانی، 30 سال عمر مردم رو برباد فلک کردین که یعنی تمام قوه جامعه به سناخانی روانه کرده شود. همه ایدئولوگ ها، همه شاعر، همه نویسنده، همه معلم، همه خواننده تمام قوهش به مدحیه سرایی روانه. این مرد رفت، حیات برباد داده ملت 30 سال و 40 سال چی می شود؟ یعنی ما 30 سال و 40 سال فقط مدحیه سرایی ده گشتیم،
در یک قالب خودمون رو گنجوندیم که به این خلاصه رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که انمی قالب حکومت معین کردگی فقط یک تا در دنیا در تاجیکستان یک تا آدم نغز است پیشوا. اگر مبادا آدم دویم پیدا شود و فلانی هم آدم نغز گویی تو زندان میری. حالا همین یک کس یک کمتر مشهورتر شده موند نسبت یک نفر جامعه با محبت نگرد با محبت گپ زند او را برده زندان کرده ایستاده است پیشوا. همین کار فرعون نیست. فرعون هم به خاطر اینکه موسی به دنیا نبیاید همه کودک رو میکشت. کودک تولد شدن نمیمون میکشت همه کودکی پسر تولد میشدگی رو. حالا این هم در جامعه یک نفر پیدا شود که در بورهش مردم گپی نغز زده ایستاده است میبرد زندان میکند میبرد میکشد بی خبر میفهمی که مرده مونده است. یک سحر میخیزی لویق شیرالی مرده است. پگاهش میخیزی فیض واحدوف مرده است. اوسونیش میخیزی رحمت الله ظاهرف مرده است. چند کس در زندان آشوب کرده مردند. چند کسی دیگر خلیب خورده مردند. یکی میفهمی چند نخبه ملت سربگریز شده است. یکیش کتاب نوشته است. یک کمتر تنقید کرده است حکومت بعضی کمبودشو گفته است. نویسنده پشت پنجره زندان. اوی ملت اوی مردم به این کجا میرویم ما به این حالت؟ اوی ایمیج میکر ها ملت رو کجا برده ایستادید؟ عمر مردم رو خزان کرده ایستادید. اوی بی حیاها اوی بی ناموس ها اوی نفرانی که نمی اندیشید که ملت به کجا به کدام تنگ کوچه تاریک روانه کرده ایستادید. با شما درباره ملت گپ میزنید. تمام وجود خود علم خود فهمش و ذکاوت خود را وقت خود را برای خدمت یک دیکتاتور خودخواه یک دیکتاتوری که نه پروای ملت دارد نه پروای پیشرفت دارد نه پروای علم دارشوی جامعه دارد شما خود را در خدمت آن قرار دادید. شرمتان بود. کسانی که میگوید که نه در تاجیکستان علم پیشرفته ایستاده است نه در تاجیکستان مکتب ها خیلی بچهای بسواد برآورده ایستادند المپیاد رو غلبه کرده ایستادند ما میگویم که دروغ میگویید. در تاجیکستان معارف هیچ پیشروی ندارد. در تاجیکستان سوادناکی هیچ پیشروی ندارد. یک گان میده به انصاف چشمش کور شود اگر همین حرفای من به انصافانه باشد. ببینید دروغ شما از کجاست؟ شما 12 سال گفتم اولی برنامه 12 سال تربیت میکنید یک بچه میرود تروریست. از عراق قبضه میبیایی از سوریه قبضه میبیایی 12 سال مکتب میخوند با آرزوی اینکه مهاجر شود. در صنف‌های 10 11 چند تا پسر بچه درس میخوند چند تا دختر بچه چند درصد صنف‌های 10 11 در مکتب‌های تاجیکستان پسرک بچه است؟ چند درصدش؟ 12 سال درس میتونید شما 18 ساله میشود از خدمت گریز خدمت حربی نمیرود. اقلا در دلش 2 سال محبت خدمت کردن به وطن 2 سال جو کردن نمیتونید. 12 سال با اظهار نگرانی میکنید که این فنات شده است این به سرش بلانچه گرفته است کتی دراز پشت است. کی باز کرته کوتاه پوشیدن برای مردها
کته ملی تاجیکان شد. ملی طلب میکنید مرحمت کرتی دراز پوش ابولاش دسترمال میان بند اوی وکیلی پارلمان یک تا توقی چورگولک زن یک تا غلافی کرده در دسترمالت بند در میان بند مرکه روی کرده میگیری گوشت مده میکنی. به همین سر لباس برف پارلمان بعد درباره قانون لباس بیگانه گپ زن. دل داری، گرده داری، جوان مردی داری. همین 63 وکیل چند نفرت مرد هستی؟ چند نفرت مرد هستی؟ کدامه از خانم های وکیل پارلمان تاجیکستان با سر لباس ملی کنلوج نکرده به پارلمان می رود؟ کدامش؟ کی تاجیک کنلوج بود؟ کی؟ کی زنی تاجیک سرلوج بود؟ کی؟ کسانی که خانمانی که سرتان لوچ است و جسارت کردید چند جای دیگرتون رو لوچ کنید، این کار شخصی شما است. این گپ ها بعضیتون ولو در فیسبوک نوشته شدید طرف مخالفین به سر لوچیمایی به دیگر جای لوچیما چقه شده ایستادن، کار شخصی شما است. هیچ کس یگان حرف یگان مایده ضدیت به این اختیاری لباس پوشی شما ندارد. لیکن وقتی که درباره لباس ملی گپ زده می شود، وقتی که با بیگانه پرستی شخصانی اعتقادمند متهم می شوند، باری همین ضدیت ها، ملامت همین ضدیت ها به دوش شما هم رفته می فراید. در مقابل همین ضدیت ها شما قرار می گیرید. چونکه شما بیگانه، شما سر لج میکنید، دیگر جای لج میکنید، لباس هایی که در تنتون هست فقط متریالش ملی است که دوختش تماما به ملت ربط ندارد. به شما کسی چیزی نمیگوید. به شما تحسین آفرین به نفرانی که روسری دارن مثل ما دارن و یک لباسی که تمامی بدنشون رو میپوشند، اونها متهم به اون میشن که بیگونه پرستند، لباسی بیگونه میپوشند. وگرنه اگر تاجیکستان رو یک جامعه دموکراتی دیدن میخواهیم، یک جامعه حقوق بنیاد دیدن میخواهیم، بگذار هر کس سر لباس خودش رو خودش انتخاب کند. به خاطر سر لباس هیچ کس ملامت نشود. اما وقتی میگویم ملی سر لباس بیگانه نپوشند، ملی پوشند، یعنی همین ملیت رو از کجا گرفتین شما؟ ملی یعنی سر لباس ملی یعنی چی؟ از کجا گرفتین؟ از کجا گرفتین که انا همین سر لباس ملی است؟ از متریال اطراس دامن کوتاه دوخته تنگ تار تنوک کرده، نسبی بدنشون نمایان کرده بدوزن، اگر او سر لباسی چی میشده است؟ ملی میشده است. از کجا است؟ همین فهمش از کجا گرفتین شما؟ چه خیلی که به مکتب های میانه لباس مکتبی توصیه داده بودین و حتمیش کردانیدین، کنی یک لباس های ملی توصیه دین بینیم چقدر به ملت تاجیک همون لباس های توصیوی شما راست می بیاید. ویسالی بفرمایید. Assalomu alaykum aka.
آواز و میاد علیکم که السلام و رحمت الله. من خواستم یک مراجعتی به مردم کنم، با پدر و مادرها، کسانی که فرزنداتون به مهاجرت روان میکنین. من خواهش میکنم پیش از روان کردن با آنها دین آنها، مذهب آنها و عقیده ها رو بفهمونین بعد روان کنین. چون که کورکرونا مسلمانم و بسیارتر آنها را دیگر ملت ها میگیرن طرف مذهب های خودشون و طرف عقیده های خودشون برن. باز در مسجد ها میبینی که هر یک جوانی نماز خونده سه فکر میکنی که دیگر ملت وقتی طرز نماز خونیش میبینی وقتی تمام میکنه میفهمی توجیک خطی دیگه میزنه و بسیار بحث های کلان بین جوانای توجیک به خاطر همین عقیده ایش طرفدار یک مذهب است ایش طرفدار دیگرش است. من خواهش میکنم این بسیار یک جدایی کلان بین مردم ما میوره. این یک جدایی میوره. خواهش کنم که پیش از روان کردن هر یک کس میگه که بچم راست خونه بره راست خونه بیا، فقط فکر پول نکنین. فکر کنین که فرزندتون پگاه روزیگه از دین برای پگاه روزیگه خطا کافر بوده. والله قسم در کافه در مسجد میشینی برادرای ما هر توجیکای خود یادش طرف سلفیه یادش طرف ایشه یادش طرف اوشه همه بحث های کلان میکنن بین یکدیگر و رد میکنن نظیر امام اعظم رد میکنن. ما خواهش میکنم که بفهمونین با آموزین بعد روی کنین و از حکومت تاجیکستان ما خواهش میکنیم با جای که شما запрещать میکنین شما نبرات با آموزین او را شما پراکنده میکنین ملت ما را. توجیک هازی میام فقط توجیک است در وطن که نخونده است دین عقیده مذهبش نمیدونه در این جمعیت او را آسان از طرف هم عقیده دیگه بردن و دیگر مذهب آموختن. والله قسم یک چیزی استرس نه هوز ما بین جوانان میشینم گوش میکنم گپ میزنن با خدا قسم امام اعظم رد میکنن دیگر امام موجه طرف گشتن کسی دیگر طرف میگذره خراشو یکی ما یا ملت یا مذهب داشتن یا ملت بدن این خوبتر است یک مذهب چند یک ملت بدن چند مذهب داشتن. این بسیار کاری بده چیم سطر از اپریشت کردن با آموزش که اینجا انسان نباشه دیگه طرف بردن وقتی عقیدهش نمیدونه راز میگیره تروریستش میکنه. تروریست هم شما کرده اینشون دست غرم شما حکومت کرده اینشون. من خواهش میکنم وقتی پیش روی کردن با موزین همه میره بگین که دین تا پس نظر ایمان تا پس نظر و ملت تا چیم پول گفتن. حکومت جمهوری تاجیکستان ما از شما خواهش میکنیم این کارا نکنین. با ضد اسلام مبارزه نکنین برای که یگام شاهی هر یک شاهی بود که 10 برابر ات قوت داشت مبارزه برد و شکست خورد در آخر. نه در این دنیا نه در اون دنیا تو پیروز نمیشه. از حکومت خواهش کردن این بیفایده. ما از پدر و مادرها خواهش میکنیم که جوانو را روی میکنین پیشکی بفهمونین بعد روان کنین که اوزی بخدایی بسیار استرس نشیدگی اوزی در یک جوجه 10 جوان این توجیه میشینه امو بپرس 5 مذهب دن هر تومش هر طرف رفتگیان برداکای کلان مون برای که در تاجیکستان نیست نمیخونن نمیفهمن گپ نمیزنن واسه والله میبینی در دیگر طرف دیگر مذهب امام اعظم مر پولنی رد تمام یه امونیست میگه کرد اتکازش کردگی با آموزیم بفهمونین. خواهش میکنم که شما هم بخونین بفهمونین این مردم والله یک پراکندگی کلان بین ما وردگی که میبینی که چیچنسو با شینوسو اصلا زنگ میزنه میگه فلان جا رفتن توجیکای شما بین یکدیگر چی رازباری کردن پرابلمش حل کنی. توجیک یکدیگر از سوم شناندن توجیک با یکدیگر از روی مذهب ایمان جنگ شدن پرابلم حل کنی. ایزا و شرم حیا نمیکنی که دیگه ملت ها میان ملت شما را در بین شما میان پرابلم شما را حل میکنین. کویا بار بفهم که چیچن توجیک رفته پرابلم را حل کرده است شرم حیا کنین یا مایدا یعنی دین ما را یک جویا میکنه. والله قسم با برادرای توجیک خم گام میزنی یگو محبت مسلمانی و برادری را حس نمیکنی. خاطی دیگه ملت ها میشینی محبتی که ما خاطیت دوران محبتی را که تو نشون میدن. والله چوست وقتی که من مسلمانم من در یک فضای مسلمانی شیشتم انا که در بین مردم خود میشینی یک گام میزنی یک عقیدت ندرسته عقیدت ندرسته برای که در تاجیکستان از خوردی نو موزوندین در اینجا او را هر طرف کشیدن چچن طرف خودش کشیدش داگستان طرف خودش کشیدش تروریست طرف خودش. او مسلمان نه که نمیدونه کدام طرف بره یک طرف میفهموننش اوه این طرف رفتن نکنه اوه اون طرف رفتن نکنه با همش کما شما گناهگارین. امروز بنا این سطر حجاب ریش چرا برابر گناهگار نکنین. شما این گناهگار که ناموختین مردم دینجا. دین اسلام یک چیز است که کورترین نمو
حیوان را کشتن نکنید، درنده را کشتن در دین اسلام ممکن است. راج میگم اگر مسلمانی که بعد نگاهش یک کس به ترسنا و گناه کلانتر نه میفهمین که شما با کشتن اگر که تو مرچای توجیک اگر دین می آموختی امروز بچای توجیک تروریست نه و امروز بچای توجیک اولیم بود. این فردوسی و سعدی و شیرازی و همه یا دروغ بدن با گفتی شما چی با که امروز ما فردوسی و سعدی شیرازی نه امروز زنی که در بیرون با سر لیچی برو که تنگ میگذره و از کجا فرزندی با قوت فرزندی اولیم و فرزند دیندار میآموزن. شما فکر کنید سلامت شما باشین برادر والله عزیز. قسم شو السلام علیکم اکبر خواهش آخرام بار که زنده باشید. فکری شما فقط نکنید خواهش ملت پس نزنین دین پس نزنین و با دیگه مذهبا نرین که پراکندگی میاره والله قسم یا سیگان میشیم یا که رنگ کردو پراکنده میشیم ملت نایدس نگیره با جایی که اوز یک پسلینی امی پرزیدنت ایران مرد همش که خوب شیعه مرد چه مو پرزیدنت ایران فکر کردن در خونه در وطن سطر زن تکلیسن فکری را بکه تو چی با که فکری او را میکنی او را مون شیعه به چیزی بود مرد رفته فکری وطن اخته که یا که دیگه اوش دیگه شما فقط از پرابلم‌های دینی دیگه دولت‌ها را حل نکنید که در وطن اختون گولی کردیسن زنات. السلام علیکم که یک سیاگم گپ و خطا علیکم گفته السلام و باشم رحمت بخشش. الله. تشکر زیاد. یک چیز دیگر، حالا شاید با همین صحبت رو به اتمام رسانیم. یگان نفرانی صحبت میکردگی وارد شوند حتما سخن میتیم، اگر وارد نشدن تمام میکنیم صحبت رو. ببینید دوستان عزیز، در تاجیکستان حالا برای همین من کردن ستر و حجاب یعنی روسری مادران برای یک مرد، شما تصور کنید همین رومولی در کوچه رفته ایستاده با همراهی مادرت. حالا در تاجیکستان همین حالت شده ایستاده، یا با همراهی زنت یا همراهی دخترت. همین روسریش به تو معقول نه، غشت رو آورده ایستاده، از سرش میگیری میکشی، از سر دخترت میگیری میکشی، از سر مادرت همین رومال سرش رو، همین رومال سر مادرت رو میگیری میکشی. همین در رو به رویت چگونه انسان رو میبینی؟ یک مادر مثلا 60 70 سالته، از سرش رومالش رو میکشی میگیری، روسریش رو. در چه حال میبینی همین مادرت رو؟ شما همین کار رو کرده ایستادین. به همین حال مادرتون، زنتون، دخترتون رو آورده ایستادین. حکومت دارها، حکومت دارها، تمام مادر ملت، تمام مادر تاجیک کفالت و عهده‌داری حیاتی ارزنده و زندگی آسایشته مردم را به عهده گرفته اید، تن گرفته اید. تمام مادر ملت مادر شماست، تمام خواهر ملت خواهر شماست. اما ببینید، حالا قانون پارلمان امضا کرده است، به مجلس ملی رفته است نرفته است، مجلس ملی امضا کرده است امضا نکرده است تعیین نیست. پرزیدنت امضا کرده است نکرده است تعیین نیست. چرا در عمل این پیاده است؟ الکی باید رومالش بکشد. زنها در کوچه ها رید رفته ایستاده است، فهمانده دهی رفته ایستاده است. باید قبول نشود پرزیدنت برگرداند، به بازنگری فرستاند، با چند مدت دیگر این بگذرد، با به پرزیدنت راهی شود، باید با دویم بار رد شود، بعد پارلمان سومین بار اگر نه همین قرار ما همین قرار گرد، بعد از این قانون می شود. پرزیدنت حق دارد 2 مرتبه برگرداند. حالا 1 مرتبه برنگردانده است. چرا یک قانون نبودگی رو شما در عمل تطبیق میکنید؟ توی حکومت دارها ببینید، همین قانون زکس شما نباشد، اگر زکس شما با پارلمان نباشد، همین پارلمان سرخم و زبان کوتاه و کلان نباشد، اگر چگونه یک قانون پارلمان برآورده است مقامات اجراییه حالا پرزیدنت امضا نکرده به عمل وارد میکند؟
عملی کردنش رو سر میکنه. حرمت احترام پرزیدنت کجا شد؟ پرزیدنت هم بازیچه به شما، پیشوای هم بازیچه به شما، وکالت پرزیدنتی هم به شما بازیچه. تاجیکستان عموما یک دولت هست یا نیست؟ در این دولت قانون وجود دارد یا نه؟ زینه های در قانون پیاده شدنی یک معیار قانونی وجود دارد یا نه؟ مجلس ملی بچه پرزیدنت در دو بچه ها حال امضا نکردند، لیکن روزیان که حال امضا نکرده سر شود کار. چی گفتنی گپ است؟ شهر خودم کرچم میکرچم نکرچم نمیکرچم، همین خیلی گپ است. شما دو بچه ها خودتون رو احترام نمیکنید. اقلا رستم چه نمیگوی که حالا این قانون به من امضا نکردم، یه شهر به دروازه است، دم تا بگیرم اول اینجا به بیار قانونه. نه، شما باد و هوا رگناز میسنجید، کنی بینید چی گپ میشود. امضا کردن به راست میبیاد یا امضا نکردن به راست میبیاد، یا اینکه از همین حسابم میشود سوء استفاده کرد، مردم رو فریب کرد و نه این قانون ضد مردم است ما امضا نمیکنیم گفتی، باز آبرو به دست آورد. پیشوا خودت رو اقلا احترام میکنی یا نه؟ تو با از ما گله داری که ما تو رو احترام نمیکنیم، تو رو تحقیر میکنیم. تو خودت رو تحقیر کرده ایستادی، بچت خودش رو تحقیر کرده ایستاده است. قانونی که از مجلس نمایندگان به مجلس ملی اومده است، حالا بچت امضا نکرده در عمل پیاده است. این تحقیر بچه تو است. قانونی که حالا به تو اومده نرسیده است، تو حالا امضا نکردی در عمل پیاده است. پارلمان زور است، پارلمان چی است یا تو؟ ما پارلمان رو از ما در برنامه ها وکیلان پارلمان رو کلاون رابط گفته میگشتم. این بازیچه خودت بوده ای به فکر ما لختک. قانون رو تو امضا نکرده ای، حالی به تو اومده نرسیده است، در عمل پیاده است. شر نمیداری؟ این چگونه دولت دوری است؟ کسی تو رو پسند نمیکنه. اقلا تیمی کمانده خودت نه، همین بی قانونی را، همین بی حقوقی را تو خودت فرمان دادگی هستی. برای سنجشی بود هوا در رنگی بازار خرد زم کن، نخرد کم کن. به تو مردم احمق است، همین رو نمیفهمد. به تو مردم احمق است، تو همین اندازه مردم رو احمق میدونی. با تو پرزیدنت پیشوای ملت نخواد پیشوا همین قدر احمق باشه، همین قدر لختک باشد که قانونی که امضا نکرد الکی در عمل پیاده است. خودت هم نمیدونی چی کار میکنی. نه بی قانونی. خودت هم نمیدونی چی کار هستی. پرزیدنت هستی، پیشوای ملت هستی، لختک هستی، باندیت هستی، کنترابند هستی. باور که خودت هم نمیدونی. نه رستم میدونه نه تو میدونی. تماشاگران عزیز، همینجا برنامه را به اتمام میرسونیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. پیش از آن که برنامه رو به اتمام میرسونم، به شما باز یادآور میشم که انشالله سه شنبه آینده همین خیل برنامه میگذارونیم. کسانی که برنامه ما رو تماشا نکردن، با آنها اگر کسانی که تماشا کرده ایستادید برنامه معقولتان شده باشد، به دوستانتان فرستانید تا آنها نیز بهره گیرند.
و اگر صحبت های ما معقولتون شده باشد دوستان عزیز حتما تکمه لایک رو پخش کنید. این رو من التماس و خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید. کسانی که آبونه نشده اید خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید، چون که باید یک کمتر کانال یوتیوبی ما جنبت، چون خیلی شد برنامه نکرده بودیم و حتما به کمک شما نیاز هست. این رقمی که در نوار میبینید رقم زنگ به ما است، فقط در وقتی برنامه کار میکند. وقتی از برنامه بیرون شدیم این رقم رو ما خاموش میکنیم و وقتی که برنامه نیست این رقم ما فعال نیست. به یکی شما تشکر عرض میکنم که صبر کردید، ما رو تماشا کردید و انشالله که تا برنامه های دیگر، تا با آخر دیگر یکی که شما را به الله پاک میسپارم، با امید دیدار در وطن، با امید با هم بودن، با امید این که ما هم ترقی میکنیم، ما هم پیش میرویم، ما هم یک دولت داریم گفته سر بالا میکنیم. تا هفته دیگر یا تا دیدار دیگر یکی که شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.